به محض اینکه این مرد چیپاشو روی میز انداخت تا شرط بندی کنه، مسئول میز بلافاصله با دکمه‌ای که زیر میز بود شماره تاس‌های روی میز رو تغییر داد. با این کار مرد متوجه صدای تغییر تاس‌ها شد، پس چیپ باقی مونده‌ش رو روی عدد 12 شرط بندی کرد. شرط بندی مرد درست از آب در اومد و جمع تاس‌ها شد 12، پس $100,000 سود کرد. وقتی صاحب کازینو دید مرد مبلغ خیلی زیادی سود کرده، باهوش‌ترین مسئول میزش رو پیش اون فرستاد تا پول از دست رفته رو برگردونه. با پخش شدن دوباره کارت‌ها مرد یه گوشه از کارتشو بالا آورد تا ببینه چیه، اما نمیدونست که دوربین کازینو داره دست اونو چک میکنه و همه احتمالاتو میسنجه که کارت توی دست مرد چیه. مسئول پشت دوربین گفت پشت هشلو دلش تک پیک داره، اما در نهایت مرد دو تا هشلو رو کرد و بازم برنده این دست شد و چند لحظه بعد رو به دوربین پشت سرش یه ماچ فرستاد. چون از قبل میدونسته که اون داشته دستش رو رصد میکرده، پس عمدن یه خلال دندون رو به دوربین نشون داده که اونها فکر کنن تک پیک کارت زیر هشلو دلش هست. صاحب کازینو با دیدن این حسابی عصبانی شد و خطرناکترین بازیکنش که فقط یه چشم سالم داشت و به میز مرد فرستاد. چند لحظه بعد سر و کله دوست مرد هم پیدا شد تا بازی رو شروع کنن. قبل از شروع دوست مرد با استفاده از قدرتش تاسای زیر زنگوله رو دید، اما مرد بهش گفت هیچ فایده‌ای نداره چون مأمور میز با دکمه‌ای که زیر میز هست عدد اون رو عوض میکنه. پس دوست مرد دست به کار شد و با قدرتش سیم دکمه زیر میز رو پاره کرد تا دیگه کار نکنه و مرد تمام چیپ‌هاشو روی این دست شرط بندی کرد. در همین زمان مسئول میز سعی کرد عدد تاس رو تغییر بده، ولی ناگهان برق گرفتش و به کنار پرتابش کرد و حالا مرد یه چشم باید خودش تنهایی برنده مسابقه میشد. پس با قدرتش عدد تاس‌های زیر زنگوله رو تغییر داد، اما دوست مرد هم با فهمیدن این تاس‌ها رو عوض کرد. با این کاری جنگ بین اونها شکل گرفت و اونقدر تاس‌ها رو زیر زنگوله عوض کردن که هر سه اونها تیکه تیکه شدن. در همین زمان سر و کله صاحب کازینو پیدا شد و گفت چطوره یه مسابقه نهایی برگزار کنن که برنده مشخص بشه. مرد و دوستش قبول کردن و خیلی زود دست نهایی شروع شد و مرد یه چشم با استفاده از حسگر چشم کورش ورقه تمام افراد سر میز رو دید، ولی مرد خیلی باهوش‌تر از این حرفا بود و کارتاشو بین دستاش گذاشته بود تا مرد تک چشم کارتشو نبینه و چند لحظه بعد آخرین کارتشو رو کرد و برنده مسابقه شد و با باختن این همه پول توسط صاحب کازینوش برای همیشه تعطیل شد.